آذربایجان، معروف به سرزمین آتش، اولین کشور سکولار و دموکراتیک در قفقاز، کشور آتش، اپرا و نفت. اینجا آذربایجان است، سرزمین مردمان خونگرم و زیبا، کشوری که سنت و مدرنیته رو در کنار هم در جای جای کشور به نمایش میذاره. جمهوری آذربایجان بزرگترین کشور قفقاز و یکی از 6 کشور مستقل ترکیه که در شرق اروپا و در مجاورت دریای خزر قرار گرفته. جمهوری آذربایجان از یک سرزمین اصلی و یک جمهوری خودمختار با نام نخجوان تشکیل شده که از طریق نخجوان با ترکیه هم مرز مشترک داره. مساحت آذربایجان در حدود 87,000 کیلومتر مربع، یعنی کمی بزرگتر از مجموع استانهای آذربایجان شرقی و غربی. از 11 اقلیم موجود در جهان 9 تای اون در آذربایجان دیده میشه و این تنوع اقلیمی گسترده در آذربایجان باعث شده تا از تنوع محصولات کشاورزی مناسبی برخوردار باشه. آذربایجان در حدود 10 میلیون نفر جمعیت داره. بیش از 90% جمعیت کشور ترک و باقی جمعیت رو تالش‌ها، روس‌ها، لزگی‌ها و ارمنی‌ها تشکیل می‌دهند. زبان مردم ترکی آذربایجانیه، اما بیشتر مردم با زبان روسی هم آشنا هستند. اغلب مردم آذربایجان مسلمان هستند و حدود 85% مسلمانان شیعه و 15% بقیه سنی هستند. علاوه بر مسلمانان، ارتدوکس روس و مسیحیان ارمنی و بیدین‌ها هم در آذربایجان زندگی می‌کنند. جمهوری آذربایجان به همراه ایران، عراق و بحرین 4 کشوری هستند که در آنها شیعیان اکثریت جمعیت رو تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه اکثریت جمعیت مسلمان هستند، حکومت آن کشور یک حکومت سکولاره و دین در ساختار کشور نقشی نداره و اقلیت‌های مذهبی کشور سالیان سالی که در صلح و آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند. به ندرت پیش می‌آید که در آذربایجان زنان روسری به سر داشته باشند. به جز گردشگران عرب و تعدادی از مسلمانان مقید به حجاب، در باکو زنان روسری نمی‌پوشند و تقریباً همه زنان آذربایجان سرباز هستند. بنابراین بنیاد این کشور بر اساس ارزش‌های مذهبی نیست، بلکه بر اساس ارزش‌های اجتماعی هست. آذربایجان در طول تاریخ بنیانگذار دولت‌ها و امپراتوری‌های بسیاری بوده. آخرین آن امپراتوری کبیر قاجاریه بود که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار در جریان جنگ‌های آذربایجان و روس بر اساس عهدنامه‌های گلستان و ترکمنستان آذربایجان به 2 قسمت تقسیم شد. قسمت جنوبی در امپراتوری قاجار مانده و بخش شمالی یا جمهوری آذربایجان کنونی به دست روس‌ها افتاد. در آغاز قرن 20 و به دنبال سقوط تزارها، بخش شمالی به رهبری محمد امین رسولزاده اولین جمهوری دموکراتیک دنیای اسلام را در سال 1918 تشکیل داد و اعلام استقلال کرد. در ساختار این دولت از فعالیت‌های هنری گرفته تا دادن حق رأی به زنان، اقدامات دموکراتیک امروزی بسیاری صورت گرفت. اما طولی نکشید در سال 1920 توسط ارتش سرخ شوروی اشغال شد. آذربایجان به مدت 72 سال از آزادی محروم شد و تحت سیاست‌های روسی سازی قرار گرفت تا اینکه در نهایت در سال 1991 با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی برای دومین بار تونست به استقلال برسه.